هلو گایز، وقتتون بخیر. ما داریم پیک موتوری کار میکنیم. بفرم زدیم تو کار پیک چیکار میکنه؟ ما رو ارتباط اونا به مردم نزدیکتر میکنه و ویزیتو باید دیگه مردم بهت بدن، میشی پیک. تا اینجا چند تا گل خوشگل میبینم، قشنگ دارم باشون ارتباط میگیرم. این گلای خوشگل و این گلای بسیار 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 جذاب که صدای منو حس میکنم، قشنگ به دلم میشینه. و ببینید چه گلهای زیبایی جلوی این رستوران امیرخان بوجنورده. خب حالا میگن که یوتیوب به ایرانیا درآمد نمیده. چی شد؟ همه درآمدها وقتی که کاربر ایرانی همدیگه رو میبینن درآمدشون قطع میشه. خب حالا ما یه زمانی یوتیوب برای ما یه سطح پرتابی بود. برای مردم ایران گوش بدید بهتون چی میگم. حالا اون همه حرفه‌ای بازی که توش بوده رو واقعی باشید، فیک نشید. یهو ببینید پرده از این دنیای عالم برداشته شد. خب پرده از روخ این دنیای عالم برداشته شد، یه درآمدها قطع شد. شما یه سری آدمایی بودین فازی یه سری چیزا رو انجام میدادین به خاطر گفتین که حالا درآمد میده بازیت بخوره. الان هم همون کارو بکنید. حالا یوتیوبه دیگه، میتونیم ما از همین فرصت استفاده کنیم، یه مرحله قوی تر بریم جلو و یه جوری یه تیم هایی بسازیم، یه شخصیت هایی رو کنیم که درآمد یوتیوبشون ممبر خارجی ها باشن. هر یه ایرانی میتونه واسه خودش 90 میلیون باشه، جمعیت دنیا رو برداره. و اینکه خیلی دوستتون دارم. ویدیوها رو لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید. دوست دارم بیام توی فضای مجازی هم باشم، ولی خب این شکلی رو بیشتر دوست دارم چون آهنگ جمعه رو خیلی گوش میدم. خلاصه که خیلی چاکریم. امروز یه سری جملاتی میومد تو ذهنم، میگفتش که آدمی که متأهل میشه، زنها یه جورایی انگاری برگرفته شده از دی ان ای ایلینن. خب ایلین، آره. بعد آدم وقتی ازدواج میکنی یعنی داری با ایلین رابطه میگیری و مسیر رشتباه رفتی، یا سینگل باشی درسته. پس الان داستان چیه؟ من فقط میتونم همه رو ببخشم تا بتونم یه چیزی رو خلق کنم، معجزه ها شکل بگیره.